سلام به همه مشتریای عزیز. همونطور که توی ویدیو قبلی بهتون قول داده بودیم، امروز میخوایم نحوه بلند کردن برفاکن ریسپکت رو بهتون آموزش بدیم که به این لبه گیر نکنه و این قسمت رو خط نندازه. تقریبا مشابه خودرو فیدلیتی هست، فقط نکته این هستش که شما باید ماشینتون رو خاموش بکنید. بعد از خاموش شدن یک دور دسته برفاکن رو به بالا فشار بدین و برفاکن ها به این حالت می ایستن. پس از این شما خیلی راحت میتونید تیغ برفاکن ها رو بلند بکنید و به راحتی یا تعویض بکنید تیغ برفاکن ها رو و یا این قسمت زیر برفاکن ها رو کامل تمیز بکنید و هیچ آسیبی به این لبه ها نرسونید. در خدمت همه شما عزیزان در نمایندگی 1055 بهمن موتور هستیم.